سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. موضوع پرونده امروز که میخواییم با هم دیگه مورد بحث و بررسی قرار بدیم در مورد تجاوز دو برادر در واقع به زن سرایدار یکی از اون برادر هاست. البته خود همین موضوع خیلی عجیبه که چقدر دو تا برادر من ندیدم که اینقدر به هم نزدیک باشن که با هم دیگه تصمیم بگیرن برن به یه زن سرایدار، اون هم افغانی، اون هم مهمان ما در ایران، تجاوز کنن. البته سنشون هم کم نبوده این دوتا برادر. شخصی که در واقع به موضوع اصلی این پرونده هست 45 ساله رضا نام داره، به همراه برادرش مرتضی. این دوتایی تصمیم میگیرن که به تو ویلای دماوند رضا به زن سرایدار افغانی اون ویلا تجاوز کنن. خب شما اصلا همینجا خیلی قضیه عجیب میشه که یک مرد 45 ساله چرا باید یه همچین تصمیمی اون هم با برادرش بگیره. آرزم خدمت شما دوستان گرامی این که حالا اگه بخوام یه مقدار از خود رضا که در واقع کشته شده توی این پرونده توسط شوهر اون زن افغانی بگم، اینه که رضا خودش پدر یک خانواده است، 45 سالشه، خودش زن داره، اسم زنش هم نرگسه، زندگی خوبی دارن، خونه دارن، ماشین دارن، ویلا دارن. این مرد حالا چرا تصمیم میگیره که بیاد همچین کاری رو با برادرش انجام بده؟ باید بررسی بشه، باید مددکارهای اجتماعی بیان در واقع این موضوع پایان نامه دانشجوها قرار بدن که چی میشه که یک مرد یک همچین تصمیم میگیره که هم خودش کشته میشه توی این قضیه، هم برادرش محکوم به اعدام میشه. این باید بررسی بشه و میتونه موضوع پایان نامه باشه. حالا این چیزایی که من اطلاعاتی که دارم، البته اطلاعات من هست، من 100% همه اینا رو تایید نمی‌کنم، خدا بیامرز رفته. چیزایی که میگم چیزایی که در واقع تحقیق کردم و پیدا کردم و میخوره به واقعیت، یعنی چیزی نیست که اشتباه باشه. البته موضوع پرونده واقعیه، پرونده از پرونده های پلیس جنایی تهران هست. رضا که عرض کردم خدمتتون 45 سالشه، همسر و فرزند دانشجو داشته. در تاریخ 11 تیر 1395 این موضوع برمیگرده به سال 1395. در تابستون تو 11 تیر رضا با همسرش نرگس دچار اختلاف میشه مثل همه خانواده ها. البته اختلاف اونا بالا میگیره همراه با درگیری فیزیکی، شکستن ظرف و ظروف و اینها، طوری میشه که رضا خونه رو به حالت قهر ترک میکنه. خب تا اینجا پس این دوتا با هم دعوا کردن، زن و شوهر. پسرشون هم که دانشجوی شاهد این قضیه هست و پس از یه مقدار درگیری که همینجا ظرف و ظروف شکسته میشه و خود همین قضیه ممکنه منجر، خدایی نکرده، منجر میشد به کشته شدن یا زخمی شدن یکی از اینها، به خیر میگذره و رضا خونه رو ترک میکنه. تا اینجا کار درستی انجام داده، یعنی از اون دعوا فاصله گرفته و از خونه میره بیرون. پسر خانواده که دانشجو بوده به مادرش رو سرزنش میکنه و میگه که این چرا این رفتار رو با پدر میکنی. پس اینجا معلوم میشه که اگر اون پسر رو قاضی بگیریم که یک دانشجوی حالا حدود 20 ساله هست، تو اون زمان از نظر پسر خانواده مادر مقصره، مادر باعث دعوا شده و مادرش رو سرزنش میکنه که این رسم شوهرداری نیست. اینجا یه امتیاز منفی برای مادر خانواده. البته ما نمیخوایم جاج کنیم، نمیخوایم قضاوت کنیم، دوست داریم قضیه مقدار آموزشی باشه. ممکنه اشتباه کنیم، میگم هر کسی رو باید پاتو تو کفشش کنی بعد قضاوتش کنی، تو نمیتونی شرایط آدما رو درک کنی تو هر شرایطی. ولی اون چیزی که ما میبینیم و میخوایم جنبه آموزشی این مسئله باشه اینه که اینجا الان پسر خانواده
یه دونه کوهن مثبت به پدرش میده و مادر رو مقصر میدونه. مادر چی میگه؟ مادر میگه من تقصیری ندارم و همه تقصیر گردن پدرته. دوباره یه کوهن منفی برای مادر خانواده، چون توی هیچ دعوایی امکان نداره که یه نفر 0% مقصر باشه، یه نفر 100%. توی هیچ تصادفی هیچ وقت یک نفر 0% بی تقصیر نیست، همه تقصیر رو گردن یه نفر درصده. مثلا میگن 5% ایشون مقصر بوده، 95% طرف مقابل توی تصادفات. تو اینجام همینجوره. همین که مادر میگه هیچ تقصیری من ندارم، دوباره یه کوهن منفی برای مادر. خب این قضیه میگذره و پس از اینکه خانواده میبینن که شب ساعت 2 شد، پدر نیومد، نگران میشن یه کمی. صبح شد نیومد، پسر میره دانشگاه، برمیگرده میپرسه پدر اومد؟ مادر میگه نیومد. اونجا دیگه یه مقدار نگرانیشون بیشتر میشه. حتی خود مادری که این دعوا رو راه انداخته بوده، خود مادر هم نگران میشه و از پسر میخواد که با فامیل ها تماس بگیره و خبری از پدرش پیدا کنه. پسر هم به همه زنگ میزنه، کسی خبر نداشته. به عموش که دوست صمیمی پدرش بوده، به عمو مرتضی تماس میگیره. عمو مرتضی اظهار بی اطلاعی میکنه، میگه من فقط پدرتو دیروز دیدمش و دیگه ندیدمش و ازش خبری ندارم. البته یه مقدار صحبت عمو عجیب غریب بوده، چون اینا خیلی با هم رابطه خوبی داشتن و نرگس همسر رضا میگه که من امکان نداره باورم بشه که رضا جایی رفته که مرتضی نمیدونه. خلاصه 2 روز میگذره، خبری نمیشه. روز سوم باز هم خبری نمیشه و اینها مجبور میشن که نرگس با پسرش برای پیدا کردن پدر خانواده به پلیس آگاهی تهران مراجعه کنن. خب اولین مظنون تو این قضاییات، تو این پرونده ها همسره. یعنی اگه یک زوجینی یکی از زوجه ناپدید بشه، اولین مظنون پلیس آگاهی اون شخصی است که حاضره. خب نرگس مورد بازجویی قرار میگیره و پلیس ازش میخواد که هرچی میدونه بگه. نرگس هم میگه که خب رضا با مرتضی داداشش خیلی روابط صمیمی داشتن، ما رابطه زناشویی خوبی نداشتیم، حتی دیگه روی یک تخت نمیخوابیدیم، به خاطر اینکه رضا و مرتضی میرفت دنبال عیاشی و خانم بازی و این صحبت ها. اینها رو میگه به پلیس. پلیس چیزی از صحبت های همسر رضا در نمیاره، مجبور میشه که در واقع ماشین و موبایل رضا رو مورد رصد مخابراتی و رصد ترافیکی قرار بده و متوجه میشه که موبایل رضا خاموشه. متاسفانه و از اون اطلاعاتی به دست نمیاد، ولی رصد ترافیکی نشون میده که تو همون روزی که رضا خونه رو ترک کرده، ماشینش به دماوند رفته. به دماوند رفته. این موضوع رو با نرگس، پلیس در واقع از نرگس میپرسه که دماوند چه خبره، چیزی دارین، چی شده؟ نرگس میگه که بله ما تو دماوند یک ویلا داریم، حتما رضا با برادرش رفته اونجا. خب بلافاصله پلیس هم تصمیم میگیره که بره ببینه اونجا چه خبره، شاید رضا اونجا باشه. تیم پلیس، تیم جنایی میرن اونجا، در رو به زور باز میکنن، با حکم قضایی وارد میشن و میبینن که نه همه چی سر جاشه، چیز خاصی دیده نمیشه تو اتاق و اینا. ولی چشمشون میفته به اتاق سرایدار، و میرن که از سرایدار بپرسن، میبینن کسی نیست. دوباره اینجا از نرگس سوال میشه که این قضیه سرایدار چیه؟ میگه بله ما سرایدار داشتیم که یه زن و مرد افغانی بودن که اینجا ساکن بودن و در واقع ویلای ما رو نگهداری میکردن، ما هم بهشون حقوق میدادیم، باید اونجا باشن ولی نبودن. همین مسئله شک پلیس رو میبره سمت ویلا، در واقع سرایدار رضا، که چرا نیست. خب اینجا مظنون اصلی، یعنی زن اصلی، از روی نرگس برداشته میشه، میاد روی سرایدار ویلا که کریم و زنش بوده، کریم و نازنین، که هر دوتا افغانی بودن و احتمالاً هم سنشون زیاد نبوده.
خب این بندگان خدا جایی نداشتن، اومدن اونجا نگهبان اون ویلا شدن. خب شما یه مهمان از یه کشور دیگه اومده، خودتو تصور کن رفتی توی یه کشور دیگه، جای مکانی نداری، یکی میگه بیا اینجا نگهداری کن، نگهبانی کن، من بهت حقوق میدم. میری اونجا، حالا خدایی نکرده چشم اون صاحب اونجا به زن توه. خب این الان یه کانه منفی برای اون خدا بیامرز. خلاصه اینها در واقع پلیس میاد چیکار میکنه، رصد میکنه کریم و زنشو که همون میبینه که زن کریم به افغانستان رفته. این شک بیشتر میکنه. کریم هم که خودش توی سعادت آباد داره کار میکنه. سری کریم بازداشت میشه، به اداره پلیس میاد. اول طبق معمول همه مجرما میگه من نکردم، نمیدونم چی شده. ازش میپرسن که تو الان بعد توی اون باغ باشی، سرایدار اونجایی، پس چرا اینجایی؟ میگه که نه من صحبت کردم قرار بوده که برم و دیگه کاری نداشتم و اینا. پلیس میبینه که زده نقیض داره میگه و میگه چرا همسرت فرستادی افغانستان؟ اون یه دلیل چرت و پرت میاره و بعد اینو میبرن توی بازجویی حرفه‌ای. تو بازجویی حرفه‌ای که همتون میدونین چی میشه، کریم لب به سخن باز میکنه، میگه که همه این اتفاقات تقصیر صاحب ویلا یا همون رضا بوده. پلیس ازش میپرسه کاملا توضیح بده. میگه من تو اون روز حادثه تهران کار داشتم، اومده بودم تهران، برگشتم ویلا دیدم زنم داره گریه میکنه. هر چقدر ازش پرسیدم جواب نمیداد، تا اینکه تهدید کردم به کشتنش. اون افغانی ها که میدونین اینا زنه رو راحت با زن یه جور دیگه برخورد. زنم هم گفتش که این صاحب ویلا با داداشش دوتایی به زور به من تجاوز کرد و گریه میکرد. منم چاقو رو برداشتم رفتم سراغ اون دوتا که دیدم یکیشون نیست، اون یکی رو کشتم. به همین راحتی. ببینید اتفاق چجوری افتاده. اتر اومده ویلا که بره پیش زن، شب آب گوشتی بخورن، میبینه زنه گریه میکنه. چی شده؟ میگه آره این دوتا به من تجاوز کردن به زور. خب شما خودتو جای اون بنده خدا بذارید، چیکار باید میکردی؟ خب بعد میرفت زنگ میزد به پلیس اطلاع میداد، خودشو نباید درگیر میکرد. این دیگه نتونسته اون غیرتشو کنترل کنه، غیرت بیجا که خودش الان اینجا محکوم به اعدام میشه. خود همین کریم هم اینجا محکوم به اعدام میشه چون آدم کشته. حالا این قضیه اینجوری شده که نتونسته کنترل کنه، به جای که زنگ میزنه به 110 بیاد مسئله رو حل کنه، خودش رفته تسویه حساب کنه. چون اون موقع میتونست در واقع پزشکانی تشخیص بده، در واقع همون تازه بود، همه چیز میتونست ثابت کنه به راحتی و میتونست حتی رضایت محکوم به اعدام کنه، هم یه پول خوبی ازش بگیره، هم این اتفاقات نیفته. متاسفانه این کارو نمیکنه و با چاقو میره و رضا رو میکشه. پلیس از کریم میخواد که زنش رو از افغانستان بیاره تهران تا اظهارات اون زن هم شنیده بشه. نازنین زن کریم میاد تهران و میگه که ازش میخوان که ماجرا رو کاملا توضیح بده، چون مرتضی که انکار میکرده اصلا اونجا بوده. نازنین قشنگ میاد به واضحا میگه که من تو ویلا عذرخواهی میکنم، من تو ویلا تنها بودم، داشتم کار خونه رو انجام میدادم که دیدم صاحب ویلا که همون رضا باشه با داداشش اومدم ویلا. خب رفتن تو اتاقشون و بعد چند دقیقه منو صدا کردن، ازم چند تا وسیله میخواستم، منم براشون بردم. ولی برام خیلی عجیب بود که هر وقت میرفتم تو اونجا برادر صاحب ویلا که همون مرتضی باشه منو از پشت بغل میکرد و خیلی سعی داشت که دست بزنه به بدن من، ولی من هر بار عصبانی میشدم و در واقع قبول نمیکردم. بار دوم همین اتفاق افتاد، باز هم قبول نکردم. این اظهارات زن کریم هست. بار سوم اینا اومدن دیگه با پول و اینا، پیشنهاد پول و اینا دادن، باز هم من قبول نکردم. ولی دیدن که من قبول نمیکنم، دوتایی به زور منو بغل کردن و بردن و لباسمو در آوردن و بهم تجاوز کردن و در واقع هر چقدرم گریه کردم که نکنید من شوهر دارم زندگیم به هم میخوره، اینا قبول نمی کردن و کارشون رو انجام دادن. خب الان اینجا ببینید
این خیلی عجیبه که یک زرد شوهر زندار 45 ساله با داداشش که وضع مالیشون هم خوبه، ویلا دارن تو دماوند فکر نمی کنم ارزون باشه، بیاد به خودش اجازه بده که بره و یک زن شوهردار، حالا هر افغانی، بالاخره انسانه دیگه، فرق نمیکنه افغان ایرانی نداری، به زور بهش تجاوز کنه با برادرش. این خیلی برای من هضم نمیشه. یعنی اگه از من بپرسی میگم یه چیزی مصرف، یه چیزی خورده بودن، چون عقل سلیم اینو قبول نمیکنه که تو پاشی وقتی که زن داری بری به زور با داداشت به زن افغانی که سرایی داره تجاوز کنی، اونم افغانی. خب شما خودتون میدونید دیگه، اینا بنده خدا چون دستشون بند نیست به جایی، اینا مجبور میشن خودشون تصفیه کنن باهات. خب چرا برادر من نمیدونم چی شده که این اتفاق افتاده. اینو میگم باید موضوع پایان نامه دانشگاه بشه که چرا یه مرد 45 ساله به این جای میرسه که با داداشش برن به یه زن حالا افغانی تجاوز زورکی کنن. خب اینا نازنین ادامه میدیم. نازنین میگه که خب وقتی این کارشون تموم شد به من گفتن که منو تهدید کردن که اگه به شوهرت یا هر کس دیگری بگی کار هر دوتاییتون رو میسازیم، دستتونم به جای بند نیست، افغانی هستین و از این حرفا. میگه منم با حالت گریه اومدم، کاری دستم برنه اومدم تو اتاق خودمون. شوهرم هم یه ساعت 2 ساعت دیگه از تهران برگشت، دید دارم یه گوشه گریه میکنم، مجبور شدم همه چی رو بهش بگم. اونم تا این موضوع رو متوجه شد چاقو رو برداشت گذاشت تو جیبش، رفت تو اتاق صاحب ویلا. از اینجا به بعدشو خود کریم میگه که من رفتم توی چاقو رو برداشتم، عصبانی شده بودم، غیرتم در واقع رگی غیرتم باد کرده بود. بالاخره خب اونم مرده دیگه، به جای اینکه مدیریت کنه این قضیه رو و زنگ بزنه 110 بیاد مسئله رو حل کنه، تصمیم میگیره خودش حل کنه. چاقو رو میذاره تو جیبش، میره سراغ صاحب ویلا. حالا اینجا شانسی که کریم میاره اینی که داداش رضا نبوده. یعنی اگه داداش رضا اونجا بود، حالا شما ببینید 2-1 احتمالاً خدایی نکرده کریمو میکشتن، مجبور میشن زنشن بکشن، اصلا معلومه چه اتفاقی میافته. اینجا باز ببینید کریم چه کار خطرناکی برای خودش هم کرده و زنش. یعنی که زن خودش رو دوست داشت، هیچ وقت تنهایی نمیرفت که تصویه حساب کنه. هیچی، کریم چاقو رو بر میداره میره پیش رضا، اونم بهش میگه که نگران نباش. حالا ببین این دید این صاحب ویلا چیه نسبت به روابط انسانی. بهش میگه نگران نباش، من حقوقتو زیاد میکنم. حالا اونم دیده این بنده خدا افغانیه، گیره پوله، گفته بیا مثلا من هر کاری باید بکنم با پول حلش میکنم. خب برادر اینم یه کهنه منفی برای صاحب ویلا. ببین یعنی این عقل هنوز بالغ نشده بوده که بابا جان روابط انسانیه، افغانی و ایرانی و خارجی نداره، همه یه جورن. حالا چون فکر کرده افغانیه، این میگه آره بابا بیا به من مثلا 5 میلیون بده، اصلا هر وقت خواستی زنم مال تو. این همچی تفکری داشته این رضای 45 ساله با برادرش که هنوز عقلشون بالغ نشده بوده. ببینید این بلوغ عقل خیلی مهمه که اینم نمیدونم چجوری میشه یه عقل، یه نفر بالغ میشه یه نفر نمیشه، اینم واقعا من نمیدونم. و ما داریم آدم مثلا 60 ساله‌ایه که همینجوری فکر میکنه، حتی بدتر از این آدم 20 ساله‌ای داریم که اندازه یه آدم 80 ساله از یه آدم 80 ساله بهتر فکر میکنه. این بلوغ عقل خیلی مهمه که اینجا ببینید همین صحبت اون خدا بیامرز، البته میگم اینا گفته شده و من تایید نمیدونم دقیقاً که اونجا نبودم، که اینا که من در آوردم تو پرونده اینا بوده که اونم گفته کی بوده، کریم اون افغان میگه به من گفت بهت پول میدم.
نگران نباش. ولی خب نمیگه بحث پول نبوده برای این بنده خدا، احتمالا زنش خیلی دوست داشته، اعتماد کرده بوده به صاحب ویلا که اونجا زندگی میکرده و وقتی میبینه که اون صاحب ویلا از این اعتماد سوء استفاده کرده، تنها کاری که میتونه بکنه چی؟ اون لحظه به ذهنش میرسه که اینو بکشه از شدت عصبانیت. هیچ، با چاقو حمله میکنه به رضا، چند تا چاقو به پهلوش میزنه. بدونی احتمالاً وقتی به پهلو میزنه قصدش کشتن نبوده، میخواست عصبانیتش رو خالی کنه. ولی خب اونم یه مرد 45 ساله خونریزی و چند دقیقه دووم بیشتر میگه این حرف کریمه، دووم نیاورد و افتاد رو زمین و مرد. به همین راحتی طرف تهران اومده آبگوش بخوره با زنش، میگه زن چی شده؟ تجاوز، چاقو که 2 دقیقه پیش داشته باش پیاز پوست میکنده زنش و همین داره میره 2 تا میزنه تو پهلوی یه نفر صاحب ویلا. اون صاحب ویلا با اون ویلا، با اون خونه، با زن، با بچه، با این همه پول که میتونست ازش بهترین استفاده رو بکنه، بهترین لذت‌های دنیا رو ببره، به خاطر اینکه نتونسته جلوی خودشو بگیره و عقل نابالغی داشته و تصمیم گرفته که با داداشش که اونم نیومده جلوی اینو بگیره که برادر من این زن شوهر داره، این بابا نکن این کارو، این همه زنه که میتونی تو نمیدونم باشون ازدواج کنی، چرا می سراغ این همچین کیسی؟ میمیره، یعنی تو 45 سالگی میمیره، کشته میشه. امیدوارم که این اتفاقات برای هیچ کس نیفته. خب حالا کریم و زنش که یه زن و مرد افغانی بودن، حالا شاید آدمای خوبی بودن، افغانی ها اکثر آدمای خوبی هستن، مجبور میشن که اونو بکشن. حالا اگه برادر رضا اونجا ممکنه کریم کشته بشه، بعدش هم بیان این زنه رو بکشن، اصلا معلوم نبود چی میشه، یا ممکنه رضا کریم اون دوتا رو میکش. ببینید سر چی؟ سر اینکه این 2 نفر عقل نابالغشون تصمیم گرفته بیان زن شوهر رو تجاوز کنن. ای بابا. خب میگه ما اون خاکش کردیم، وسایلش هم برای که موبایل و چیزای گرون کنیم، پول و اینا هرچی داشت برداشتیم، همون تو همون ویلام خاکش کردیم و همونجا کریم زنش میفرسته افغانستان، خودش هم پا میشه میره تهران، تو سعادت آباد یه کار پیدا میکنه. حالا اینجا خیلی جالبه که مرتضی با اینکه این چیزا رو میدونسته که ممکنه کریم اینو بکشته باشه، هیچی به پلیس نمیگه. ببینید خود اینا بعد خود این چیز قضیه مرتضی فهمیده که چه کاری کردن که حتی داداشش کشته شده و میدونه کی کشته، داداششو نمیاد به پلیس بگه که ممکنه کار سرایدار باشه. که چرا نمیگه؟ که بخاطر که الان میگن تو از کجا میدونی؟ خب میگه خب منم اونجا بودم و تو هم بس این کارو کرد. ای بابا تو چرا کاری میکنی که نمیتونی بگی؟ بعدن یه بنده خدایی میگفت کارایی بکنید که بتونید بنویسید تو زندگی. اگه کاری خواستید بکنید دیدید که تو زندگی نامتون نمیتونید اونو بنویسید، بس اون کار اشتباهیه. ببین حتی از خون برادرش گذشته که مواد خودش مثلا لو بره. لو به چی؟ لو به این که تجاوز کرده به یه زن. ای بابا. خب این اظهارات پلیس مرتضی رو در واقع دوره میخوادش و بعد میگه که اظهاراتی که این کریم و زنش کردن جوره مرتضی میذاره و میگه که ما همه چو میدونیم. اینا اعتراف کردن. مرتضی مجبور به اعتراف میشه و میگه که در واقع تقصیر رضا بود، چون که اون ببین همه تقصیر همینجا ببین هم میگن این تقصیر اون بود، اون تقصیر این بود. این هم یه رفتار بچگانه دیگه. میگه چون با مرتضی میگه رضا با زنش نرگس رابطه خوبی نداشت و بارها به من گفته بود که فقط به خاطر بچه هاست که داره با زن زندگی میکنه. مرتضی میگه که تو اون روزم که ما رضا به من زنگ زد که بریم دماوند، با زنش دعوا شده بود، من هم قبول کردم، اومد دنبال من، دوتایی با هم رفتیم ویلای دماوند که اونجا یه کمی رضا حالش بهتر بشه. میگه ما رفتیم تو ویلا، متاسفانه دیدیم که زن سرایدار تنهاست. شوهرش بعدش پرسیدیم تو شوهرت کجا؟ گفت رفته تهران. خب اینجا دوباره یه اشتباه زن سرایدار.
خب زن حسابی، تو که میدونی این دوتا مرد اومدن اونجا، تو هم یه زنی. خب بگو شوهرم خوابه، بگو رفته نمیدونم بقالی الان میاد. تو وقتی به اینا میگی رفته تهران، یعنی داری به اینا میگی تا 2 3 4 5 ساعت دیگه من تنهام اینجا، هر کاری خواستی بگو، من بیش که به دادم نمیرسه. ببین دوباره اینجا زن سرایدار یه کان منفی. البته خب این بنده خدا اومده راست، اصلا باورش نمیشده همچین تصمیمی. دو تا مرد بالغ ایرانی پولدار حواسشون به این زن افغانی باشه که شوهر داره. هیچی. میگه مرتضی میگه که دیدیم زن شوهرش نیست، رفتیم تو، یه فکر شیطانی اومد که بیا با همین زن رابطه برقرار کنیم. یکی دو بار ازش خواستیم بیاد برامون وسیله بیاره، من بغلش کردم ولی اون قبول نمیکرد. بار سوم رضای پیشنهاداتی بهش داد، بازم قبول نکرد. احتمالاً پیشنهاد پولی داده، پول بهت میدم. دوباره اینجا این مشکل رضا خدا بیامرزه که دوباره میخواد با پول یه زن رو از شوهرش جدا کنه. اینم یه تفکر اشتباهیه. تو همه خیلی ها هست تفکر بچگانه که با پول میشه همه کاری کرد، در حالی که این روابط انسانیه. پول میتونه یه کارایی بکنه ولی نه همه کاری. میگه بازم قبول نکرد، مجبور شدیم به زور بغلش کنیم بریمش تو اتاق، لباسش در آوردیم، دو تایی تجاوز کردیم بهش. خب الانم پشیمون هستم. چرا؟ چون هم برادرم رو از دست دادم، هم خودم رو مقصر میدونم که باید جلوی خواسته برادرم وای میستادم. البته این نظر مرتضی برادر رضاست که کشته شده. حالا اگه شاید اون رضا زنده بود چیز دیگه ای میگفت، نمیدونیم. اینو هم چیزی هم نمیتونیم راجبش بگیم. خب پلیس چیکار میکنه؟ پلیس یه تیم میفرسته برای کشف جسد. جسد رو از تو ویلا در میآورن، جسد رو میفرستن پزشک قانونی، ثابت میشه که آره با چند تا ضربه چاقو به پهلو کشته شده. از طرف دیگه زن کریم رو میفرستن پزشک قانونی، اونجا هم ثابت میشه که بله بهشون تجاوز شده توسط مرتضی و رضا. خب رأی دادگاه به نظرتون چی میتونه باشه؟ یعنی توی این وسط یک فکر نابالغ از 2 تا ایرانی بعضن متوسط که ویلا داره، خونه میتونست، میگم ویلاشو بفروشه بهترین زندگی رو بکنه، مثلا میتونست هر کاری بخواد کار درست رو انجام بده. چی میشه با برادرش؟ خودش کشته میشه، مرتضی محکوم به اعدام میشه به خاطر تجاوز به عنف. کریم هم بنده خدا این وسط قربانی یه فکر شیطانی میشه که البته خود کریم هم میتونست جلوی اینو بگیره ولی خود نکرد. کریم هم محکوم به اعدام میشه به خاطر کشتن رضا. ببینید به خاطر یک زن، این تقصیری هم نداره، من خودم کار میکرده دیگه. 3 تا مرد، 2 تا ایرانی وضع خوب، یک افغانی بنده خدا رو نمیدونم وضعش خوب نبوده احتمالاً. این وسط در واقع دارن یکیشون کشته شده، 2 تاشون هم در زیر حکم اعدامه. البته اینجا تو پرونده ذکر شده که هر 2 تا خانواده سعی دارن که از همدیگه رضایت بگیرن. خب امیدوارم که این اتفاقات برای هیچ کس نیفته و انشالله روزی برسه که هیچ کانالی از این پرونده ها نباشه که بگه. خدا نگهدار. جی باجی